السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تاریخ قصه ام المؤمنین سوده بنت زمعة العامریه. سوده یکی از همسرهای نبی صلی الله علیه و سلم هستند که وقتی که حضرت خدیجه رضی الله عنها از دنیا گذشتند، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، رقیه، ام کلثوم و فاطمه رضی الله عنهن کودک‌هاش بودن. دیگه وقتی که حضرت خدیجه مادر ما از دنیا گذشت، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم خیلی غمگین شد، یعنی که مادرهای کودک‌هاش بودن. و حضرت خدیجه مادر ما چه گفتیم که بهترین زنها و پاکترین زنها و با آبروترین زنی مکه بود. پیش از اسلام طاهرش میگفتن، پاکیزه، زنی که خوبی پاک بود، خیلی مالدار هم بود. نه که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتیم به خاطر اخلاقش و به خاطر که الله پاک در تقدیرشون کشیده بوده، همه را نکاح کردن گرفتن. دیم همسر نبی صلی الله علیه و سلم این سوده هست. حضرت عایشه مادر خدیجه مادر از دنیا که گذشتن، حضرت خوله یکی از زنهای مکه پیش پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اومدن، گفتن که میبینیم که خیلی زیق هستین، ما به شما زن میتیم، شما میخواهین دو تا هست، یکیش بیکر هست یکیش ثیب هست. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتن بیکرش کدام است، ثیبش کدام است؟ گفت اگر بیکر بخوای، گفت بهترین انسانی که به سوی تو دوست داشته ترین است اون ابوبکر صدیق است، دختری همون عایشه رضی الله عنها. در این حالت خردسال بودن، 6-7 سال بودن، یعنی که به تا اسقاله میکنیم. اگر بخوای ثیب یعنی که زنه که شوهر دیدگی، گفتن اگر بخوای سوده هست. حضرت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که سوده را میدونستن که به خاطر الله هجرت کردگی هست، به حبشه رفته بودن یک بار قطع شوهرشان و از اونجا با گشته آمده بودن. خیلی زنه که مشقت دیدگی بود و زنه که سین سالش هم رفتگی بودن، بگیم که یاش نبودن که پیامبر خدا به خاطر یاششان گرفتگی باشد و به خاطر حسن جوالشان، بلکه موقع خشرو نبودن و کمی فربی ترک هم بودن. در کتاب میگن کمتر وزمین تر هم بودن، یعنی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به خاطر گفتن که خوشبخت باشد و با همراه فرزندان باشه، گفته همو را گرفتن به اسقالی خوله. وقتی که رفت خوله پیش سوده، گفت که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میخواهد که شما را بگیرد. اون حیران شد، گفت که چه خیل؟ گفت در ذهنش نمیومد که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را بگیرد. مثلا حسن جمالی ندارد، هم قدر زنه که مشهوره نیست که همه بشناسنش. خدیجه رضی الله عنها بهترین زن بود، چقدر جای او اگه سوده را میگیرد که مثلا او قدر برابر اون نمیشه. گفته حیرت داشت حضرت سوده. نه که حضرت سوده گفت که پدر ما پرسین. بعد پیامبر خدا صلی الله علیه و خوله رفت پدرشون پرسیدن، گفتن که همین خیل. پدرش گفت که اون محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب فرستاند که خطبهش کنی. گفت یعنی که بگیریشه؟ گفت که بله. گفت دیگه پدرشون در حیرت زد، گفت که همین را گفت سوده میخواهد. گفت که حضرت سوده را پرسیدن، گفت که بله. گفت میخواهم. گفت خیلی بعد همه خطبه کردن گرفتنش. وقتی که حضرت سوده را به نکاحشان در آوردن، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم 3 سال با همراهی سوده رضی الله عنها زندگی کردن و تا 3 سال غیر همون دیگر کسا نگرفته بودن. وقتی که در بعضی روایت ها میگن که حضرت سوده از حبشه که اومدن به مکه، از ارض حبشه، وقتی که ما با همراه زنش همون صحابه که سکران ابن عمر نام داشت، این هم صحابه بود، به دینش بگیم هجرت کردگی بود. با وقتی گشته آمدن از دنیا گذشتن. سکران ابن عمر شوهر سوده پیش از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در اینجا یک خواب عجیب دیده بود. در بعضی روایت ها میگن که حضرت سوده رضی الله عنها خواب دیده بود که سرشان، یعنی که ماه میاد در دامنش میغلطد. این قصه را به سوی صحابه کرام سکران ابن عمر گفت
پس اون گفت که گفت اگر که همین خوبت اگر که دیده باشی تو در حقیقتا پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگیری، من از دنیا میگذرم اگر نه. بعد حضرت سودا گفت یه خینگو گفت مثلا که در حقیقتا چند پس از بین گذشت. سکران ابن عمرو از دنیا گذشتن، شوهر سودا از دنیا گذشتن و و اونا چی کردن؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گرفتن. حضرت سودا یکی از زنهای بود که کوشش میکردن که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از زیقی شبه برارن و اونا بخندانن. یک روز حضرت سودا با همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم بسیار رهگردیاش هر خیل میکرد و پیامبر خدا را شوخی میکرد که تو خیلی ره میگردی. گفته پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم خرسند میخواد زیقیشون رو میبروردن، یعنی که میخواستن که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم زیقیشون برود. و یک روز حضرت سودا رضی الله عنها گفت که من وقتی که سجده کردم گفت همین سرم برداشتن از سجده گفت پس شما نماز نیت کردم سرم برداشتن گفت بینیم قبیدیم که بینیم خون نرو گفته، یعنی که از وزوینیم از چیما. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم خندیدن. از بین چند وقت گذشت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم دیگر همسرهاشون گرفتن و دیگر این حضرت سودا را به خاطر گرفته بودن که به خاطر مشقتاش از این مشقتاش ببرد و زندگی آباد و خوب بیده خرسان بگرده. در جمله چی امهات المؤمنین یا که مثلا که در عائله نبی صلی الله علیه و سلم گفته آبروش خیلی بلند به داخل شده بود. یک روز پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم خیلی که حالت ضیقشون بود و خواست که از حضرت سودا جدا شود، یعنی که از اون جدا شدن خواست. یک روز این سخن حضرت سودا شنوید بسیار ضیق شد و خیلی ضیق شد که مثلا مکانتش به امهات المؤمنین بود، در آل بیت نبی صلی الله علیه و سلم بود و خیلی آبروی در دنیا و آخرتش بود. در این حالت حضرت سودا را فهمید، غمگین شد. پیامبر خدا صلی پیشان در آمد که دید که سودا غمگین هستند. یکی از زنهایشون که کلانسال بود حضرت سودا بود آخه و حسن جمال هم نداشت. گفتیم در اول گفتیم نیک اخلاق و تقواش به حد سخت بود. بعد پیامبر خدا صلی الله علیه و همه خیل نیت کرد و هیچ نگفته بود، نیک شینده بود که همه خیل نیت کرده است، همه خیل مقصد داره. حضرت سودا گفت که ای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت مرا گفت بگذار، گفت ابقین یا رسول الله و حب لیلتی لعائشک و اینی لا اريد ما تريد النساء. گفت که مرا بگذار، گفت ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم و هیبه کردم بخشیدم و بگذار همون شبهایی که با من میستی با همراهی حضرت عایشه رضی الله عنها بیست، یعنی که من هیچ نمیخواهم، فقط مقصدم همین است که اینکه حشر شوم روز قیامت در جمله چی همسران تو مرا خداوند چی کند ام المؤمنین و همسرای تو بگرداند. و در اینجا وقتی که حضرت سودا همین خیل قطعی نبی صلی الله علیه و معامله کرد و تا اینکه نبی صلی الله علیه و از اون جدا نشود، پیامبر خدا صلی الله علیه و جدا نشید، تا از دنیا گذشتنشون با همراه اون ماند. از این قصه چی استفاده میکنیم ما؟ یکم استفادهش همین است که زن باید وقتی که بیند که شوهرش از اون ناراض هست، از اون بگیم که خیلی میخواهد جدا شود تفریقه شود، باید زنه کوشش کند که همون مرد در حالت خودش بیارد و مثلا چی از اون جدا نشود، چون که از مرد وسعتش زیاد هست تا 4 تا میتونه که با دیگر بگیرد و در مرد عیب یافتن خیلی کم هست، لیکن در زن بسیار آسان است و دیگر شوهر کردنش هم ایمان نکنند. ایمان ندارد که از این جدا شد حتما او دیگه با خوشبخت میشه و دیگری خیلی فکر رو باید نکنه، حتما باید با روزگی بداره شوهرش با چی راهی که نباشد کوشش کند که با اون خوشبخت باشد، اگر خلاف شریعت نباشد که با چی راهی که مثلا که خلاف شریعت نباشد با شریعت نیکی.
و دیگرش این است که وقتی که حضرت سوده و همسرهای نبی صلی الله علیه و آله در حیات نبی صلی الله علیه و آله زنده بودن، شما همه کسا حج کردند. وقتی که حج کردن، بعد همون نبی صلی الله علیه و آله گفت که دیگه شما گفت خلاص در خانه ها بشینید و دیگر حج نکنید، گفته بود شما هم خانه ها را به قبیم بستین دیگر. بعد نبی صلی الله علیه و آله از نگذشت، حضرت عمر ابن خطاب رضی الله عنه در خلافت، چون بعد حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی الله عنه شده بودن، همسر نبی صلی الله علیه و آله بودن مثلا چندین تاهاشون. و همه حالت در امر که حضرت عمر ابن خطاب که خیلی همسرهای امهات المؤمنینی که مادرهای مؤمن ها بود و دیگه مادر بدن اونها دیگه یا اون کس گرفتنشون نمیتونست و دیگه مادر چه خلاص مادرها خودمون در قرآن گفت که مادرهای شما هستن. گفت دیگه حضرت عمر رضی الله عنه امر کرد که خیلی گفت امهات المؤمنین حج بیارین، حج کنن و ببرینشون. مثلا همین حالات در حضرت سوده رضی الله عنها گفت که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله گفته است که خانه را به قبیله دیگه نبرین. گفت من نمیرم، گفته نرفتن. یعنی که در بدن نبی صلی الله علیه و آله روزی نبی صلی الله علیه و آله جستجو میکنن و در آن بدنش به سخن اون میستودن. زن حقیقی باید شوهرش در حقیقت باید اطاعت کامل داشته باشد. و حضرت سوده میدونست که نبی صلی الله علیه و سلم اون برای دوست داشتن و برای چی محبتی که مثلا که خیلی باشه برای این زندگی نمیکند و بلکه با او رحم و شفقت میکند. با اون خاطر پیامبر خدا صلی الله علیه و میگه که شما چکنین اگر که زن گرفتین یا که دختراتون شوهر دادین دیندار بتین. اگر که اون مثلا که دختر شما را دوست نداشت به حال او رحم میکند. اگر که دوست داشت محبتش میکنه هم رحم میکند. اگر دوست نداشتش ظلمش نمیکند و چی میکنه به او رحم و شفقت میکند، به خاطر الله او را ظلم نمیکند. به همون خاطر چکنین شما میگه صاحب دینه برای دخترها برای خواهراتون انتخاب کنین. الله پاک به این سیرت هایی که ما میگیم این را عمل کردنش نصیب بگردانه که این همچون افسانه نه بلکه برای عبرت است. اینها حتما اینها رو تا آخر گوش کنید و در پیش انسان هایی که صاحب زن دارن و صاحب زن هستن، صاحب خواهر هستن، مادرها هستن، اونها دا حتما ما بمونن و اونها گوش کنن. این قصه ها عبرت انگیز هستن و انشاءالله هر کسی که در حیات و زندگیش حیات امهات المؤمنین مادرهای مؤمن ها گرفته شید، هر آینه اون خوشبختی دنیا و آخرت است. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.